اسمت الله خولف آوازخوان شناخته توجک همدیه و همصف شادروان کرامت الله قربان روز 1 ینور به سن مبارک 60 رسید. باور نکردنی است، ولی اگر زندیات کرامت الله قربان همصف اسمت الله خولف سال 1992 کشته نمیشد، امروز نیز به سن 60 می رسید. رای اسمت الله خولف به صحنه در میانه سالهای 80 از انسامبل آوازدار سعودیان آغاز یافت که ستاره اول و الکه شناخته شده این گروه هنری کرامت الله قربان بود و نخستین ترانه اسمت الله خولف با نام بیبی صنم جانم برای شهرت آورد و او را در رده اول آوازخوان‌های استراد تاجیک قرار داد. بعد به انسامبل گلشن گذشتن کرامت الله قربان، گروه سعودیان به تدریج شهرت و آوازه قبلیش را از دست داد، ولی اسم اسمت الله خولف سالهای زیاده در عرصه استراد تاجیک تنین میانداخت. گل جان، بیا بیا جانانه، گلخور داشت، عشق بجو از دیگر ترانه های ماندگار این آوازخوان با استعدادند که به یادگار ماندند. اسمت الله خولف بعد سعودیان چند سال دیگر در گروه صدای شرق هنرنمایی کرد. یک مدت رو به تجارت آورد و برای فروش از خارج اسباب موسیقی می آورد. اسمت الله خولف در اولهای سال 2000 باز به صحنه هنری برگشت، ولی این دفعه همچون مربی فرزندانش. دو فرزند اسمت الله خولف، نگاره و سروش، روی پدر را در صحنه هنر ادامه دادند و حال هر دو آوازخوان‌های شناخته کشور به شمار می روند.